هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. سار في درب النبي صحب وأشراف. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید در روز قیامت به حافظ و همدم قرآن گفته می شود بخوان و بالا برو و تلاوت کن چنان که در دنیا تلاوت می نمودی، همانا جایگاه تو نزد آخرین آیه است که می خوانی. ونعانق العيش الهني، نحيا ونرشف من شذا، نحيا ونرشف من شذا.